اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونك عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتهاها. سوره نازعات. خدا میگوید محمد صلی الله علیه و سلم، این مشرکان عرب، این دشمنان قرآن تو را با جهت مسخره و سوال میکنند که کی می آید قیامت. با اونها خبر بده که من از ساعت قیامت چیزی را نمیدانم. ساعت آمدن قیامت نزد خداست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی. سوره طه. خداوند در سوره طه چی میگوید؟ ای بندگان من، قیامت آمدنی است. در آمدن قیامت هیچ شک و شبهه نیست، لکن دوست می‌دارم که قیامت را مخفی نگاه دارم، پنهان نگاه دارم، حتی خود درک نداشته باشم، تا که بندگان خود جزا دهم، مکافات دهم به آن عملهایی که در دنیا انجام دادند. ان الساعة آتیة لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. خداوند در دیگر آیت قرآن سوره حج چی میگوید؟ قیامت آمدنی است. در آمدن قیامت باز میگویم شک و شبهه نیست و شما از قبر زنده میگردین و نزد خدای خود حسابات عمر خود را میدهید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله علیم خبیر. خداوند در سوره لقمان میگوید چی میگوید؟ 5 چیزی هست که بجز من کسی نمیداند. یکی از اینها چی است؟ ان الله عنده علم الساعة. نزد خدای شماست آمدن قیامت، ساعت قیامت. شما نمیدانید که قیامت کی می آید، لکن رسول اکرم گفتند روز از روزهای جمعه قیامت قائم می شود. در ماه محرم است، لکن ساعت او را، روز او را کسی گفتن نمیتواند. میگذاریم در سوره یاسین چی میگوید؟ و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصیة. خداوند چی میگوید در این سوره مبارکه؟ محمد و ای مؤمن ها، از شما پرسان میکنند متى هذا الوعد، این وعده ای که خدا داده ایستاده است که قیامت می آید، کی می آید؟ این کنتم صادقین، اگر تو محمد پیغمبری برحق باشی و اگر ای مؤمن هایی که ایمانی به خدا دارین، شما اگر حقیقت داشته باشین. مشرکان عرب سوال کردند گوید بر ما که ساعت قیامت کی است؟ خداوند چی گفت؟ ما ینظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم یخصمون. اینها انتظاری نمیکشند، منتظر نمیشوند به همان نفخه‌ای که حضرت اسرافیل میدمد او را، و همه این مشرکان غافلان منکران را خداوند هلاک میسازد در زمانی که اینها در معامله داد و گریفت ایستادگی دارند. یعنی اینها انتظار نمیشوند همان نفخه حضرت اسرافیل را. نفخه حضرت اسرافیل چیست؟ نفخه چیست؟ حضرت ابو هریره میگه از رسول اکرم پرسان کردم مسور یا رسول اکرم، شما سور گفتید پیغمبری خدا. حضرت اسرافیل یک سور را میدمد. سور به منزله همون شاخهای گابی که
طرفی به دهان می آمدگیش باریک است و بالاش چقدر کشاد هست، چگونه ای که در همین عمارت‌های حربی ها یک بانگ خطر زده می شود، در حالت‌های فوق‌العاده همان روز قیامت هم خداوند بانگ خطر می زند و حضرت اسرافیل در دهان خود همان شیپور، همان سور در دهان او ایستادگی است. امر میکند خداوند، امرش میکند و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. خدا میگوید وقتی که اسرافیل را امر میکنم سور را بدم، چنان یک آواز دهشتناک دارد که رسول اکرم در بعض روایت ها گفتند این سور حضرت اسرافیل 11 دایره دارد، چگونه ای که همین نی هایی که چند سوراخی دارند این هم میگد 11 دایره دارد که هر دایره او میگد قسم به عظمتی خداوند که برابر زمین و آسمان کشاده است و در داخل وی تمام روح های ما و شما جایگیر است. سور را میدمد. خداوند میگوید فصعق من فی السماوات و من فی الارض. وقتی که این سور دمیده می شود تمام آن مخلوق هایی که در زمین و آسمان هست همه هلاک می شود، همه نابود می گردند الا من شاء الله. مفسرها گفتند از آنی که خدا خواست این 4 ملائک مقرب است، 4 ملائک مقرب هست که اینها هلاک نمی شود. با کشیدن سور حضرت اسرافیل حضرت ملک الموت، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل و عزرائیل باقی میمانند. وقتی اینها باقی میمانند ملک الموت را خداوند سپارش میدهد ملک الموت من بقی من خلقه، در روی زمین کی ماند از موجودهای زنده کی ماند؟ حضرت ملک الموت می گفته است پروردگارا جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، این 3 ملائک و این بنده ضعیفی تو ملک الموت در حیات هستند. خداوند می گفته است ملک الموت قبض ارواح این 3 ملائک مقرب را انجام بده. می آمده است حضرت جبرائیل میگوید در سجده هست با 600 قناتی که دارد که هر قنات او دنیا را چپه میکند، قوت دارد. نزد جبرائیل می آمده است می گفته است برادر جبرائیل خدا امر کرد که جان تو را ما قبض کنیم. و حضرت ملک الموت میگه نزدیک به جبرائیل می آید، مثل برادر را آغوش میگیرد و او را در آغوش میکشد و جان او را قبض میکند. نزد میکائیل می آید، نزد اسرافیل می آید، هر 3 اینها را جانشان را قبض میکند. باز نزد خدای خود میگه حاضر می شود. خداوند می گفته است من بقی من خلقی یا ملک الموت، کی ماند؟ باز کی ماند در روی زمین؟ می گفته است العبد الضعیف ملک الموت. یگانه در روی زمین، یگانه موجود زنده ای که در روی زمین است این همون بنده ضعیف تو ملک الموت است و خلاص. خداوند می گفته است ملک الموت آیا تو سخنی مرا نشنیده ای؟ من گفته بودم کل نفس ذائقة الموت، همه باید که لذت مرگ را بچشد و تو هم از جمله اونها هستی. رو مر. حضرت میگوید به بعضی روایت ها می آید بین جنت و بین دوزخ و جان خود را میگد خود قبض میکند و چنان میگد برای او مشکل می افتد، چنان یک نعره میزند، چنان یک صدای میزند که کتاب مفسر قرآن میگوید اگر همان زمان یک موجود زنده میشد هر آینه باز از این داد و فریاد حضرت ملک الموت جان دوباره رو میدید، هلاکی دوباره رو میچشید. اگر دانستم این سختی مرگ
و مردم کردم این کار آسان. گفته حضرت مولوی در کتاب خودش ذکر میکند که حضرت میگفته است اگر میدانستم که شدت مرگ، سختی مرگ اینقدر مشکلات دارد، هر آینه به مردم یک مهربانی خدا روا میدیدم. حضرت ملک الموت هم چکار میکند؟ جان را به حق تسلیم میکند. خداوند بعد آنی که کسی در روی زمین نمیماند فریاد میزده است. چی میگفته است؟ یا ایتها الدنیا، ای دنیایی که تو فنا شونده هستی، ای دنیایی که تو نابود شونده هستی، این الملوک، این ابناء الملوک، این الجبابره، این الذین یأکلون الرزق و یعبدون غیره. آها کجاست؟ کجاست آن پادشاهایی که پادشاهی میکردند؟ کجاست فرزندهای پادشاهها؟ کجاست آن کسانی که کبر می‌ورزیدند، پول داشتند، مال داشتند، خدای خود عبادت نمی‌کردند؟ کجاست اونها؟ کجاست آن بندگانی که رزق مرا می‌خوردند، نعمت مرا می‌خوردند، لکن در دین دیگر بودند، خدای دیگر را عبادت می‌کردند؟ کجاست؟ فلم یوجد احد ان یوجبه. گفته می شود که کسی نیست که جواب خداوند را جواب بگرداند. هیچ کس نیست بجز او ذات. همه هلاک شدند. ولا تدعو مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون. خدا میگوید بجز من ذاتی توانا دیگر ذات نیست، بجز خدا بودن من دیگر خدای نیست. من یکه و یگانه هستم، ذات و مثل و مانند ندارم. کل شیء هالک، همه چیزی دنیا هلاک شونده است، الا وجهی، مگر ذاتی خداوندی باقی میماند. کسی یافت نمیشود که جواب بگوید. خداوند با نفس خود میگفته است لله الواحد القهار. این دنیا از همان خدایی که صفت او قهار است به همون باقی ماند. دوام آیتی سوره یاسین. فاذا نفخ فی الصور و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. صدق الله العظیم. تمام دنیا نابود شد، همه هلاک شدند، کسی در دنیا نماند. خداوند حضرت اسرافیل را باز زنده میگرداند، همان اسرافیلی که نفخه را میکشد، سر را میکشد. دویم باره حضرت باز میدمد، صدا میزند. تمام آن مرده هایی که میلیون ها سال در زیر قبرها خواب بودند، من الاجداث الی ربهم ینسلون، اینها از خاک زنده میگردند و به سوی خدای خود شتابان فرشته ها اونها را پیش کرده میبرند. خداوند این را به ما و شما خبر میدهد. آیا ما و شما باوری به زنده شدن نداریم؟ نظر میکنیم به مثال هایی که خداوند برای ما و شما میارند. الم یکن نطفه من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. خداوند به ما و شما منت میکند ای فرزند انسان، نظر اول به پیدایش خودت کن. تو چی یک نطفه بودی، تو یک آب بودی که به دیدن او تو را نفرت پیدا میشد. ما از یک آب تو را پیدا کردیم و تو را به خون تبدیل دادیم، تو را به اعضاهای درست تبدیل دادیم. از این یک آب باز ما نرینه و مادینه آفریدیم.
الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. مادام اینقدر قدرت داشته باشیم، خدا میگوید پس زنده گردانیدن شما برای من چه مشکلاتی دارد؟ هیچ مشکلاتی ندارد. در هیچ جا نبودین شما، من شما را پیدا کردم. در حالتی که استخوان پوسیده تو هست، برای ما چی مشکلات دارد که در او باز جان دوباره را بدمیم؟ هیچ مشکلاتی ندارد. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. خداوند میگوید ای انسان، تو اول در آفرینش خودت تذکر کن، اول پیدایش خودت نظر بکن. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. سوره یاسین است. بعضی از بندگان نافهم من که این مفسرای قرآن میگوید این ابیه ابن خلف بود که دشمن پیغمبری خدا بودند، دشمن قرآن بودند. این ناکس، این بدبخت نزد پیغمبری خدا آمدند. خدا میگوید و ضرب لنا مثلا، این بنده نافهم، این گمراه برای من مثال میارد. چی مثال میارد؟ و نسی خلقه، حال آنکه پیدایش خودش را فراموش کرده است. و ما مثال میارد که قال من یحیی العظام، ای محمد بگو این استخوانی که وحی رمیم خاکستر شده است، ایرا کی زنده میگرداند؟ در دستش میگه یک استخوان آدم بود و یا میگه به خاکستر مبدل کرد. بعضی مفسران میگه همچنان پوف هم کرد به سوی رسول اکرم که گرد چنگی استخوان در آسمان برآمد. گفت محمد ایرا کی زنده میکند؟ آیتی آمد قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل شیء علیم. بگو ای محمد به این ابیه ابن خلف خبر بده که آن ذاتی که این استخوان نبود، این استخوان را پیدا کرد، همون ذات باز در همین استخوان جان دوباره را داخل میگرداند. بگو به این الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. در دوام همین آیت خدا چی میگوید؟ ای بندگان من، شما نظر کنید که من از دو درخت سبز که را عفار میگن یکیشه، دو درختی هستن سبز هستن، خدا میگوید وقتی اونها را میبرند، اینش در اینش میزنند، از اونها آتش میگد فراوان میبراید. این درخت ها الحال موجود هستند، درختی سبز هست. مفسرای قرآن میگوید نگاه کنید قدرت خدا را که درختی سبز به سب میزند، آتش علاو در میگیرد، نه علاو چو را میسوزاند، نه آبی چو این آتش را خاموش میکند. خداوند ای را برای ما و شما مثال میارد. من از درخت سبز برای شما آتش میدهم، آیا قدرت ندارم که جان دوباره بر شما نصیب بگردانم؟ و دیگر دشمن خدا این عدی ابن ربیعه بود که در سوره قیامت مفسرای قرآن قصه ای را میارند. چی میگویند؟ میگویند ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. صدق الله العظیم. خدا میگوید این عدی ابن ربیعه، مفسرای قرآن میگوید روز آمد نزد رسول اکرم آمد و گفت ای محمد، من اولا به پیغمبری تو باور ندارم و دوم اینکه اگر قیامت را در پیش چشم من نمایان کنی من باور نمیکنم. کجاست همان خدایی که این استخوان را جان می‌درارد؟ این بدبختم همین مثال را نزد رسول اکرم پیشکش کرده. خداوند چی گفت؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ای رسول اکرم به این بنده گمراه خبر بده که من در این استخوان فردا روز قیامت جان دوباره را داخل میکنم. حتی چیکار میکنم؟ بنانت، همین ناخونهای خودت را در خودت پیدا میکنم. مفسرای قرآن میگویند ساختن ناخون که خیلی کاری مشکل است و رگه های خیلی باریک دارد، استخوان های خیلی باریک که دارد. خدا همین ناخون را در اینجا بر ما منت میکند که حتی ناخون هایی که در دنیا داشتی همین ناخون های خودت را در تو پیدا میکنم. البته خدای ما و شما قدرت دارد. ایمان بر روز قیامت است و زنده شدن در روز قیامت است.
اگر کدام بنده خدا به روز قیامت باور نداشته باشد و کسی اگر به زنده شدن روز قیامت باور نداشته باشد والله که او کافر است و ایمان ندارد و تمام آن طاعت عبادتی که میکند اگر ذره شبهه و شک به این روز داشته باشد و نماز عبادتش در نزد خدا قبول نمیگردد. زیرا ما و شما میخوانیم ایمان مفصل آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ای بار خدایا ایمان آوردیم بر تو، ایمان آوردیم با ملائکه های تو، ایمان آوردیم با پیغمبرهایی که فرستادی، ایمان آوردیم به تمام کتاب هایی که از نزد تو آمد. و در دوام این چی میگیم؟ و آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و البعث بعد الموت. ایمان آوردیم خدایا بر روز قیامت و ایمان آوردیم به زنده گشتن در روز قیامت. این وظیفه هر یک فرد مسلمان هست که به این روز باید که ما و شما ایمان داشته باشیم، باوری داشته باشیم که روز از روزها البته به البته این واقعه بالای ما و شما می آید. زیرا خداوند در سوره نساء چی می گوید؟ این وعد الله حق. وعده خدای شما حق است. هر چیزی را که خدا وعده داده باشد او حقیقت دارد. و من اصدق من الله قیلا. خدا میگوید از خدا دیده راستگوترین سخن کی دارد؟ هیچ کس ندارد. خدای ما و شما راستگوترین ذاتها به حساب می رود. رسول اکرم می فرماید ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. هر وقتایی که بندگان من، امتان من، شما دست خود را پهن میکنید و از خدای خود خواهش میکنید، آرزو طلب میکنید، چی مرادهای خود به دل میگذرانید، هر آینه شما یقین شمارید که دعای شما در نزد خدا قبول شده ایستاده است. اگر شما این چنین حسیات و این چنین گمان و تصورات به خود نداشته باشین، خداوند دعای غافل را قبول نمیگرداند. هر وقتایی که ما و شما خواه تنها باشیم، خواه در بین جمعیت باشیم، چنان تصور کنیم که هر چیزی که میگوییم خدای ما میشنود و او را قبول میگرداند. زیرا الدعا پیغمبر میگوید مخ العباده، دعا این خود مغز عبادت است. به حرمت این سخنهای پیغمبری خدا یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این سحر در نماز بامداد در قرائت ما آیت‌های از سوره جمعه بود که خداوند در این آیت‌های جمعه ما و شما را سپارش می‌دهد. ای کسانی که دعوا میکنید که ما مؤمن هستیم و مسلمان هستیم، هر وقتایی که روز جمعه فرا رسید، هر وقتایی که اذان گفته شد، مقصد اذان دوم است، وقتایی که اذان دوم گفته شد و ذروا البیع، بندگان من درهای دکان خدا بسته کنید، کارهای دنیوی خدا بسته کنید، فاسعوا الی ذکر الله، همه شما به سوی ذکر خدا، همه شما برای ادا کردن نماز جمعه رهسپار بگردید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر شما اهل علم باشید، اهل خیرات باشید، اهل دانش باشید، با فهم باشید، این برای شما بهتر است از آنی که شما در سودای خود بند هستید. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. در دام این آیت خدا میگوید بندگان من، وقتی که نماز جمعه را که ادا کردین، شما در حال باز در زمین پریشان شوید، دکانهای خود دروازه هاش کشاده کنید، باز معامله های دنیوی خود دونده چکار کنید، در عملهای دنیوی خودتان باز گیر شوید. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم
خداوند میگوید بعد آنی که دکانهای خود کشاده کردین شما ذکر خدا را زیاد بگویید و در نزد خدا شما نجات می‌یابید. من دخل سوقا من الاسواق، پیغمبر خدا میگوید کدام جوان یا کدام پیرانسال یا کدام خریدار و فروشنده ای که در بازار داخل می شود و میگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له الف حسنه و محى عنه الف سیئه. پیغمبر خدا گفتند کسی همین کلمه را که یکی از ذکرهای خداست اگر انجام دهد خداوند هزار ثواب را در نامه اعمالش کتابت میکند و هزار خطاهای او را همشه محو میگرداند، نابود میگرداند. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمه هست میگوید پیغمبر خدا که بی نهایت به زبان گفتنش آسان است لکن در ترازوی روز قیامت بی نهایت وزبین است و بی نهایت خداوند این دو کلمه را دوست می‌دارد. اینها چیا هستند؟ اینها سبحان الله العظیم، سبحان الله بحمدی، سبحان الله العظیم. کسی میگوید سبحان الله بحمدی، سبحان الله العظیم، خداوند ثواب او را در روز قیامت در ترازوی اعمالش وزن می‌گرداند. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. این آیت شأن نزول شد مفسران میگویند وقتی که پیغمبر خدا بالای همین منبر ایستادگی و خطبه میخواند بناگاه صدای دف از بیرون مسجد صدا داد. صدا یک نغاره زده شد که این دحیه کلبی بود که به مال بسیار از تجارت برگشتند. اون زمان میگم مدینه خیلی قحطی بود. صحابه های پیغمبر خدا همه مسجد ترک کردند و بیرون مسجد پیش دحیه کلبی رفتند. رسول اکرم بالای منبر تنها ماندند. مفسران میگویند که 12 مرد ماند و 7 زن در اون مسجد باقی ماند. بعضی مفسرها بر این هستند که فقط 12 مرد باقی ماند و خلاص، که 4 تا این ابوبکر، عمر، عثمان، علی بودند. وقتی رسول اکرم این صحابه از پیش دهیه کلبی که برگشتن آمدند، رسول الله گفت اگر این 12 نفر در مسجد باقی نمیماند اینها هم از پی شما بیرونی مسجد میگشتند. هر آینه لسال الوادی نارن، این مدینه را عذاب خدا فرا میگرفت. شما برای مال و ملک شده مسجد را ترک کردین، پیغمبری خدا را در خطبه خواندن در بالای منبر تنها گذاشتین و همه بیرونی مسجد شدین. اگر امروز هم مسجدهای ما و شما خالی از نمازخوان ماند، باور کنین غضب خدا بالای ما و شما فرو میریزد. و الحمدلله که امروز مسجدهای ما و شما فراوان از نمازخوان است، فراوان از عالم هاست، فراوان از ذکرگوی هاست. انشاءالله در این دیار ما و شما، در شهر ما و شما، از برکات نماز جمعه، از برکات امر معروف و نهی از منکر، خداوند نعمت خودش را زیاده می‌گرداند. عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احیاء. پیغمبر خدا فرمودند بدترین انسان کی هست؟ بدترین انسان کی هست؟ بدترین انسان گفت پیغمبر خدا همان کسانی هستند که وقتی که قیامت می آید، واقعه های قیامت می آید و اونها زنده هستند و با چشم سر این واقعه های مدهش را حس میکنن و میبینن. اینها را پیغمبر خدا گفت بدترین انسان در روی زمین هستند. شیبتنی هود و اخواتها. رسول اکرم در حدیث ها میگوید این سوره هود و خواهرهای سوره هود که الواقعه و الحاقه و
و دیگر سوره هایی که وصف قیامت بیان میکنند، این سوره ها ریش و موی مرا سفید کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. افغان شیخ و شاب ز وهم قیامت است. افغان شیخ و شاب ز وهم قیامت است. این ترک خفت و خواب ز وهم قیامت است. از گریه شد ز دیده آدم سفید و جوی، آن دیده پرآب ز وهم قیامت است. نوح نبی نوحگری کرد عمرها، نوح نبی نوحگری کرد عمرها، آن دیده پرآب، آن بیم و پیچ و تاب ز وهم قیامت است. کوها به وقت ناله داوود ناله کرد، آن سینه کباب ز وهم قیامت است. کرمان که خورد از تن ایوب 7 سال، کرمها که خورد از تن ایوب 7 سال، صبرش در آن عذاب ز وهم قیامت است. مجروح شد دو دیده یحیی ز آب چشم، مجروح شد دو دیده یحیی ز آب چشم، رو کرد در خراب ز وهم قیامت است. افغان هر نبی و ولی ها در این جهان، مشتاق آن جمال ز وهم قیامت است. فردا به روز حشر بگویند غافلان، یا لیتنی تراب ز وهم قیامت است. یا لیتنی تراب ز وهم قیامت است. حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتشان کند، خودش را، پیروهایش را که به نهایت برای ما و شما با یک طریق عادی و ساده آن آیت و احادیث های را که الحال شما در باب قیامت میشنوید همگی را در داخل این غزل خود جایگیر گردانید. و خیلی علم آورش این است که یا لیتنی تراب ز وهم قیامت است. آن کسانی که در دنیا روز قیامت را باور نداشتند و می گفتند این یک افسانه هست، یا زنده شدن بر روز قیامت را باور نداشتند، اینها همه یک افسانه هست می گفتند. اینها وقتی که اون قیامت را می بینند چی می گویند؟ یا لیتنی تراب، خدایا کاش ما را خواب می گردانیدی و این منظره مدهش را ما نمی دیدی. وای به حال اون کسانی که به این روزی پرآشوب، به این روزی حساب باور ندارند. برای آنی که راسترین سخن خداوندی است، من چند آیت که به نهایت در قرآن برای آمدن قیامت دلیل های زیاد از خداوند به ما و شما آمدگی است، من چند آیت از اینها را به سمع شما برای باوری کامل حاصل کنین که قیامت آمدنی است خوانده می‌دهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الساعة آتیة لا ریب فیها ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. صدق الله العظیم. این آیت از سوره مبارکه غافر است. خداوند میگوید قیامت آمدنی است، در آمدن قیامت هیچ شک و شبهه موجود نیست، ولیکن اکثر مردم به آمدن قیامت باوری ندارند. این روزی هست که ساعت قبول دعا دارد. یک جایه پروردگارا دستی به دعا برداشتیم. اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله و الیک یرجع الامر كله. خدایا ما میدانیم
ملکوت از آن توست، دنیا از توست، پادشاهی همه از توست. خدایا حمد و ستایش و تعریف فقط زیبنده تو هستی. و خدای مهربان، حکمها امرها هم در دنیا و هم در قیامت همه به سوی تو بازگشت دارد. خدای مهربان، به حرمت این صفتهای بزرگت دستی به دعا برداشتیم. نسألک من الخیر کلی و نعوذ بک من الشر کلی. خدایا تمام آن عملهایی که خیر است، تمام آن عملهایی که در او رضاگی تو هست، خدایا ما را به سوی اون عمل روانه بگردان. و خدایا تمام آن عملهایی که بد است و غضب تو در او پیدا می‌گردد، خدایا ما را از آن عملها باز بدار. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. خدای مهربان، تو دگرگون کننده دلها هستی. خدایا دلهای ما را به طاعت خود دگرگون بگردان. الهی، آن دمی که میبراری از بدن جان را، نگه داری ز خوف خاتمه این نور ایمان را. خدای مهربان، تو گفته بودی کل نفس ذائقة الموت. روز از روزها هر کدام شما هلاک شونده هستین. خدایا روزی که جان ما از بدن ما جدا میگردد، خدایا با نور ایمان سفر کردن و بر هر یک جمعیت ما موفق بگردان. خدای مهربان، گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی. بیماری های ما در خدایا شفای کامل، شفای عاجل نصیب بگردانی. فرزند طلب ها باشد، خدایا فرزندهای سالم و صالح نصیبشان بگردانی. خدایا محبت خودت را، پیغمبرت را، اسلامت را، قرآنت را در دل همه ما بندگانت باز هم زیادتر جایگیر بگردان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.